نامای شرکی هست. عبدالمحمد بنده محمد، عبدالحسین بنده حسین. فهمیدین یعنی بسیاری وقتا ایره میمونه. باز بعض اوقات میگه محمد الله، این از نگاه معنا بسیار غلط میه. الله محمد این بسیار رام غلط میه. حتی در حدیث شریف میه شاهنشاه، حتی در چیز حدیث همین کلمه را آوردن که ملک الملوک بسیار بد نام است. شاه شاهان، ملک الملوک، در حالی که مالک الملک و ملک الملوک کی است؟ الله سبحانه و تعالی. غوث الاعظم بسیار نام خطرناک. غوث الاعظم، غوث الاعظم کی است؟ الله است. چون رسول الله صلی الله علیه و وقتی که در غزوه بدر سرش مشکل آمد، استستغیثون ربکم، وقتی که شما ای پیغمبر تو وقتی به پروردگارت استغاثه میکردی. استغاثه چی است؟ که در حال بسیار سختی و ترا رسول الله صلی الله علیه و برش میگه یا الله 300 چند نفر از اصحاب او کفار است، که او سلاح از اونها است، که او مهمات از اونها است، که او لشکر است. یا الله اگر امروز این تعداد کم سرشان اینقدر دشمنای اسلام آمدن از هر طرف، هیچ رسول الله صلی الله علیه و دستای خود بالا کرده، حتی میگه امو قدیفه از سر شانش خطا خورد. ابوبکر صدیق برش میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و رحم کو بالای خود، و رسول الله صلی الله علیه و استغاثه میکرد. استستغیثون ربکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به کی استغاثه میکنه؟ به الله. ما چی میگیم فلانی شخص غوث الاعظم است. انا لله و انا الیه راجعون. غوث الاعظم. یه پیدا باز که چیز بگی شما اولیاء الله را قبول ندارید. کیست اولیاء الله؟ شای اولیاء کی است؟ یک روز کسی من میگه شای اولیاء گفتم کی است؟ حضرت علی هست. خب او پادشاه شد، اولیاء دیگه. حضرت محمد هم چی شد؟ وزیر شد. شای اولیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم. فهمیدین یعنی اول اولیاء الله کی است؟ پیغمبرها هستند. هر پیغمبر در عصرش شاه اولیاء بودن. ایدگاه وزیرا و خردزابطا و شاگردا و زیر دستایش است. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم شاه اولیاء است. باز ابوبکر صدیق، باز عمر فاروق، باز عثمان ابن عفان، باز علی ابن ابی طالب، باز از مهاجرین و انصار و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. او اولیاء الله. در افغانستان نامم خراب کردن. صاحب یک ولی و یک دوست خدا را برات معرفی کنم. معرفی کن. صاحبی دوست خدا 40 سال در مزار تنبان نپوشیدم. گفتم وطن دار، آدم با تقوا تنبان خدا میکشه؟ خب الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن چی میگه؟ الذين آمنوا و كانوا یتقون. اول تقوا ستر عورت است. هر قدر تقوایت قوی شد عورت تا ستر میکنی. و رسول الله میگه که الحیاء من الایمان. خو یکی جانلو چونجا شیشته ای خو حیا نداشته. زن مردم تیر میشه، سیاسر مردم تیر میشه. ملنگ است. هر ملنگ شو پلنگ است. اسلامش ملنگ نیست. دنیا را ملنگا خراب کرده. دوز ملنگ است، چورگر ملنگ است، زناکار ملنگ است، در زیارت مردم کشتن ملنگ است، در دان دروازه ملنگ است، پودری ملنگ است، کلش. گفته کاکا میگه چرسیش او خو حتمی است، او خو با چیز غریبی است، چیز از بوته فقیریش. او بوته فقیریش است. او بوته فقیری روزانهش است. باز بوته فقیری شبانهش دیگه چیز است. هر کس ملنگ. یک کسی که یک روز شیشته بود. خب ما صاحب ملنگ هستم و ترک دنیا کردیم و گفت من دیگه جوان تجربه ایم کم رفتم. البته راست میگم. در سر دسترخوان ما کرد دیگه کسانه شیشتم کردیم ملنگ شیشتم. گفتم بیا از این ملنگ است، این نفس خدا کشته ترک دنیا کرده. اینا آدم میگه می کباب ما مستو، می گوشت ما مستو، حق خدا میخورم، حق گوشت از ایران میخورم. یک وقت صاحب سائل کردم که ملنگ صاحب و این تیکی که نفس خدا شکستانده این غوری ماندگی است که می غوری آورد که می آستین برزد. عالمی امی غوری کس نه تو چی است نه دایره است نه در بین خود یک خطک استوا داره. ایسا وقت از خط استوا هم تیر کرد. ما گفتم بیادر همی ترک دنیای تا همی خط استوا بس است. نزدیک منشی
بست است. کی تو را گفته که من گوشت نمیخورم؟ گفتم امور ترک دنیا نمیکردی؟ یک چند روز درس میخواندی که میفهمی که در سر کاسام که شیشتیم نان بخورم. بعد کردی که ترک دنیا کردی. 14 سال ترک دنیا کرد. مفتم امور یک 6 سالش مکتب میرفتی، مدرسه میرفتی که تو میفهمیدی که ادب نان خوردن چی است، که وقتی که یک نفر شیشتی و هم دیوری حق داره. اول در گوشت شروع کردی، با سبیرام خوردی، نه من گوشت از اینجا میخیزم. از اونجا من فهمیدم که این کسایی که میگه که ما ترک دنیا کردیم و ما چی کردیم، کلش چی هستن؟ کس نفس خودش شکستانده نمیتونه. از این خاطر پیغمبرها از کلگی که در پیشتر ازدواج میکردن. فهمیدی یعنی پیغمبرها هر پیغمبر که سأل کنی ازدواج کرده. اللهم الا بعضی پیغمبرایی که سنشان چی بوده یا وقتر، مثلا مثل عیسی علیه السلام که با آسمان بالا شد چی شد، اما دیگه کل پیغمبرها ازدواج کرد. اینا چی است؟ اینی چی است؟ پس مسئله بدعت که است، البدعت طریقه فی الدین. طریقه در چی است؟ در دین است. در مسائل دنیایی که مسائلی که مربوط دین نمیشه، یک نفر وسایل طبی نو جور میکنه، یک نفر عملیات های جدید میکنه. سابق مثلا عملیات شکم پاره میشد، دوخته میشد، حالا بعد از اون مثلا شعاع لایزر است و عملیات های دیگه هست. اینا هیچ کدام از یاد بدعت داخل نمیشه. حالا که بسیاری کسا را بگه که بدعت نکن، چی میگن؟ خیلی طیاره چرا در حج میری؟ حالا طیاره در دین داخل است؟ کس گفته که مثلا اگر کس در طیاره حج رفت ثوابش قدر است. حتی تسبیح فکرتان باشه. خدا می تسبیح. این از یک مفتی پرسان کردن، گفتن مفتی صاحب امی تسبیح چطور است؟ گفت که تسبیح هم بدعت میشه هم بدعت نمیشه. وقتی بدعت نمیشه که تسبیح را مثل ماشین حساب کنی. ماشین حساب تو میخوای که 100 دفعه سبحان الله بگی، یادت میره، از تسبیح استفاده میکنم. مفتی گفت والله اعلم، من دیگه نمیفهم که چقدر فتواش درست است. اما اگر باز بگویی که تسبیح ثواب داره، این باز بدعت داخل میشه. چرا تو برای ثواب دادی؟ حتی بعض علمای دیگه میگن نه، چون یک تعداد مردم بعد از رسول الله هم وقت سنگکارا گرفته بودن حساب میکردن. عبدالله ابن مسعود امور هم رد کرد. از این خاطر تسبیح بسیاری وقتا این قسم گفته شده. من سابق این قسم میگفتم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. روز یک کسی که برام گفت که نه این قسم هم سنت نیست. سنت این قسم از اثر انگشت‌ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 5 تا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 تا سنه. آدم که بخونه روز به روز امی احکام دین میشه. پس بدعت در اصطلاح طریقه فی الدین مخترعه تضاهی الشریعه، که او به ضد شریعت، مخالفت شریعت الله چی میشه؟ استعمال میشه. در شریعت نیست، در قرآن نیست، در سنت نیست. این یک حکم سنت. مثل چی؟ مثلا حال وقتی که شب و شش برای اطفال رواج پیدا کرد، کدام سنت از بین برد؟ عقل قراره. بدعت همیشه عادت داره، یک سنت چی میکنه؟ از بین میبره. وقتی که نامای قومی و رواجکی و ترا پیدا شد، نامای اسلامی رو چی کرد؟ از بین برد. وقتی که میلاد نبی تجلیل شد، مردم گفتن سال یک دفعه حق پیغمبر ادا میشه دیگه. سال یک دفعه یک دست برنج پخته کن، نه؟ سال یک دفعه 10 سیر برنج پخته کو، خلاص یک چند نفر میمان کو، کمرت خوب مت یک تکرت 6 تا بتینه غوری ها را بیاره، بیا غوری رو حالا برازو بیار که همسان بازه که خلاص شده که برای حق پیغمبر سمدا شد تا به سال می وقت، در حالی که نه، حق رسول الله صلی الله علیه و است. او روز یک کس گفت که من میخوایم تجلیل کنم. گفتم خوب است، هر روز تجلیل کن. صبح که از خواب خیستی ببین که پیغمبر سم چه قسم کرده. تجلیل یعنی به یاد داشتن پیغمبر، دوست داشتن پیغمبر، سنت پیغمبر بالای خود تطبیق کردن. منظورت همی است؟ پس اگر 365 روز 364 روزش برای خود میگیری، یک روزش برای پیغمبر میتی، جفا هست. هر روز تجلیل کن، هر روز سیرت پیغمبر بخوان، هر روز سنت پیغمبر تطبیق بکن. در هر لحظه زندگیت سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نظر داشته باش. هر روز امی یک ساعت هم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فراموش کردی، تو خیانت کردی در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک ساعت، یعنی انسان مسلمان حق نداره که یک ساعت هم در زندگی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش بکنه. یک ساعت از این میگه مسجد که داخل میشی، این لحظه باید به یادت باشه که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که داخل شدن در مسجد با پای راست است.
سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که در مسجد داخل میشی چی باید بگی؟ الله مفتح لی ابواب رحمتک. سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که در مسجد داخل شدی 2 رکعت تحیت المسجد باید بخونی. سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که وقتی که در مسجد شیشی باید سیرک خورده باشی داخل مسجد داخل نشی. پویای بعض کسا هست مثلا سیرک خوردی داخل مسجد سیر خام نشو به خاطر که بوی دانت اذیت میرسه به پالو فایلت. پیاز خام خورده باشی. سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که باید در مسجد داخل نشی به خاطر ازی که بوی دهانت اذیت میکنه چیه روزه داره. پایایی که مثلا کرمش پوشیدی پایت قرمه بوی میته باید که از این پای داخل نشی. کت کالای خو بسیاری کسا را سعی کنین کت زیر تنبانی می نماز جمعه میخوانه. بیادبی است در مقابل مسجد که یکی از شعائر الله هست. بسیاری کسا در مسجد قصه کردن، فکایی گفتن، خنده کردن، بی جای شیشتن، متوجه هستین گپای بیهوده گفتن، این کلش بیادبی هست در مقابل چی؟ در مقابل یکی از شعائر الله. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. پس اینال هر بدعت که هست چی هست؟ این مخالفت با شریعت میکنه. اما اگر یک نفر اصل دین وجود داره و این اصل دین تطبیق میکنه این هیچ وقت بدعت گفته نمیشه. چون بعض سنت هاست که مردم رو چی کردن؟ فراموش کردن و تو پس او سنت چی میکنی؟ زنده میکنی. و شما یک جای رفتیم بسیار خوشحال شدیم گفتیم بیاره شما یک سنت زنده کردین. اول در برای مردم افغانستان که خوب خود دیندارم میگیرن در سر از اون که داروسیش 400 نفر نباشه نفسش برش میگه که او نه والا صاحب عروسی اسلامی کردیم. خب این 400 نفر هم اسلامی است. او شب در یک جای رفتیم در بین همون مجلسشان 12-13 نفر بود. اگر دنکای 12-13 نفر آمد و زیاد بیروبارک نکردی نه تو یک سنت چی کردی؟ زنده کردی. و این نکایت مرام خبر نکردی یا استادای دیگر هم خبر نکردی. چرا صحابه بعضی اوقات نکاح میکردن ازدواج میکردن شخص رسول الله صلی الله علیه و آله خبر نمیکرد و رسول الله صلی الله علیه و آله خفه نمیشد. دیگر است که من چهره تغییر کرده ازدواج کردی میفهم بکرون هم صحیح بود صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله چرا مرا خبر نکردی چرا نه صحیح نه. یعنی ما خودمون در بدعت ها داخل هستیم. یگان کس عروسی کنه وی مرا خبر نکردی وی برای ما کارت روان نکردی. از این خاطر باز مردم هم چالاک شدن توی خدا میرن در جلبات میگیرن در یک ولایت میگیره باز اونجا کارت روی میکنه یک بندل. استاد شما که دوستای تا این کارت رو میفهمه که استاد خود تا قندار تا مزار آمدن نمیتونه. از خاطر باز هم چی شدن این حالت. وقتی که سنت تطبیق میکنی سنت باید هم تو چی شوه؟ باید بدعت ها چی شوه؟ از بین بره. این حال وقتی که بدعت محافل کلان و میمانی های بزرگ داخل شد آل بسیاری جوان ها ازدواج نورمال کرده نمیتون. معنی ازدواج چی هست؟ اکثرش بدعت ها هست. اکثرش بدعت ها هست. تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. هدف از چی باشه؟ میگه ما میخوایم در عبادت الله مبالغه بکنیم. از این خاطر اولین بدعت چی کرد؟ سه جوانی که در منزل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن نه؟ در منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم همون 3 نفر جوان آمدن. باز یکیش گفت که ما تا به صبح چی میکنم؟ تا به صبح نماز میخوانم. و دیگهش گفت که من هیچ چی نمیکنم. بازی حدیث شریف ما شما انشاءالله هفته آینده بخیر باقی مانده درس میخوانیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب